سلام دوستان، قاطی پاتی بازاری این نظام ولایت. یه مش آخوند تایر سفید و تایر سیاه همینجوری دارن میپیچن تو عبا و عمامه هم دیگه و پرت و پلا میبافن به هم. این باند و اون باندم نداره، همشون پیچی شدن. کارشون شده خالی بندی و شعر و شعار. از شیخ فری شروع میکنیم. مقصود اینه دانشگاه ها استقلال نداشته باشن، استقلال علمی نداشته باشن، یعنی امر و نهی در دانشگاه باشه. ما که تو علم کور باش دور باش که نداریم که، اینا که در علم جایی نداره که. علم و دانش محیط آزاد میخواد. محیط آزاد میخواد؟ تو این 1.5 سال که اسم خودتو رئیس جمهور گذاشتی به غیر از کورباش و دورباش چه غلطی دیگه کردی؟ مگه تو دانشگاه قل و غم نکردی؟ مگه همه سوراخ سنبه ها رو نبستی؟ مگه همین الان نمیزنی و نمیگیری و نمیبندی؟ پس این روزه ها واسه چیه؟ اینجوری ما میخوایم علم اداره کنیم؟ اینجوری میخوایم ما دانشگاه رو اداره بکنیم؟ این دولت در زمینه علم و دانشگاه از روز اول به دانشگاه، به اساتید وعده هایی داده، با تمام قدرت سر وعده های خودش تا آخر خواهد ایستاد. چجوری خواهد ایستاد؟ همون جوری که تو مذاکرات میستی؟ یعنی با حالت دمرو؟ و ما دیپلمات های بسیار مجربی رو امروز در اختیار داریم. این که شما میبینید یه تیم مذاکراتی ما در برابر 5 به اضافه 1 6 کشور قدرتمند میسته، حرف میزنه، حرف حقوقی میزنه، حرف سیاسی میزنه، حرف فنی میزنه. این افتخار برای کشور ما هست. حالا ممکنه یکی ایراد بگیره بگه آقا تند راه رفت، یکی کند راه رفت، یکی کتش کج بود، یکی نمیدونم عینکش چجوری بود. اینا که حرف نشد که. تصفیه حسابای باندی هم این وسط مسطا ساندویچ شد رفت. یارو دلواپسه میگه بابا هسته و اتم و همه رو دارید به فنا میدید، رفتید با شیطان بزرگ قدم زدید. بعد این واسه شیرمالی سر همون دلواپسا میگه شما پیله کردید به کت و عینک طرف. اونوریا دارن برای جمع خودشون کف میزنن، اینوریا منو چیکار میکنن؟ گاهی برای اون طرفی کف میزنن. بعد میگن برای چی برای اون طرفی کف میزنی تو مرد حساب؟ میگه انتقاد چیز خوبی است. ای خدا عقل سالم بده به بدن سالم. بدن سالم؟ منظورت از بدن سالم همون جسم ناقص عظماست؟ یعنی کارت به جایی کشیده که به بدن عظما هم پیله میکنی؟ آخه آخرین گزارشی که ولی فقیه از بدنش داد این بود که بدنش سالمه، یادتونه؟ الان با الظاهر با سلامت کامل دارن بر میگردن. حالا از جام زهریا بریم سراغ شیخ دلواپسا جنتی یا همون جریموشه، یکی که دیگه پاک هنگ کرده. ما مسائلی که داریم، یکی مسئله اقتصاد مقاومتیه، اینو جدی بگیریم. من نمیدونم چرا بعضی وقتا حرف فقط از دهن در میاد و تو فضا پخش میشه و میره، جز هوا میشه. بفرما. اینم داره با زبون بی زبونی ولی فقیهش سکه یه پول میکنه. حرفای کی تو فضا پخش میشه و باده هوا میشه؟ حرفای علی گدا دیگه، چرا اسمشو نمیاری؟ مقام معظم رهبری ایشون میگه بابا چاره حل مشکلات اقتصادی و شکستن تحریم ها و از بین بردن فشارها اقتصاد مقاومتیه. در بین راه ممکنه سختی هایی باشه،
حتما سختی هایی هست، ولی سختی ها رو میشه تحمل کرد. این مردم هم تحمل میکنن. ممکنه یه وقتی بیاد ما روز 2 وعده غذا بخوریم، چرا؟ چه اشکال داره؟ حتی اگر بدتر بشه روزی 1 وعده غذا بخوریم. الان هم بعضیا روزی 1 وعده غذا میخورن. منظورت از بعضیا چیه؟ نکنه اون سازمان گوشت متحرک فیروزآبادی رو میگی؟ شایدم سردار سرتشتگان سپاهو میگی که کارشون بلعیدن اسکله با 2 تا بشکه نفت اضافیه. به مردم که میرسی براشون نسخه 2 بعد غذا در روز میپیچی. اما فقهای شورای نگهبان و باقی آخوندهای شیکم گنده باید روزی 10 وعده بلنبونن ها. راستی تا یادم نرفته یه چیزی دیگه هم بگم. این قسمت از حرفای این جنتی لعنتی رو یه بار دیگه گوش کنید. در بین راه ممکنه سختی هایی باشه، حتما سختی هایی هست، ولی سختی ها رو میشه تحمل کرد. این مردم هم تحمل میکنن. این تیکه یه قیچیکاری اساسی داشته که تیریریش ترتیبشو داده. اجازه بدید موشکاف اصل حرفای این شیخک و از رادیو آخوندا براتون رو کنه. من نمیگم باید گرسنگی خورد، بی خود حرف مفت نزنن. آقا این به خودش بود گفت حرف مفت نزن یا به یکی دیگه بود؟ بی خود نیست که میگن اسرائیل به پسرش گفت بابا دور جنتی رو خط بکش پیرت میکنه. همینه دیگه. یارو فسیل شده بعد هنوز میخواد فک بزنه، بعد همین میشه که به این حرفای مفت میرسه. خلاصه که رفقا این پرت و پلاگویی ها یه دلیل روشن داره، اونم اینه که قضیه بیخ پیدا کرده و راه پس و پیش واسه آخوندا وجود نداره. واسه همین مجبورن با سیلی شعار صورتشون رو سرخ نگه دارن. فایده نداره. طوفانی که تو راهه خیلی اساسی تر از این حرفاست. رقصای داغ و شفاف با آقای موشکاف، با آقای موشکاف.